سلام علیکم بینندگان عزیز. طبیعت میکند ما را طبابت. اینجا خانه استقامتی دکتر طاهری در شهر دوشنبه. من همین بیوسته کاری دستی آیله من لطافت بانو، چون که هر چقدر طبیعت دوستدار باشده همانقدر عمر شما دراز هست هست. این بیواسطه گلهای آورده در همینجا نگاهوبی میکند، خودش یک انرژی میگیرد از گلها، عمرش دراز میکند، طبعش خوش میکند. هر یک تاجیک باید خانش به همین گلهای جا و جا کند. یعنی که هرچی سال نویم ماندگی اینجا ببینید چندین در خود همینجا حدودی 50 نمود گلهای گوناگون گذاشته شده است و اینا هر روز نگاهوبین کردن نکار. انسان هم باید آدم نگاهوبین کند. درخت، گل، گیاه ها همین بیواسطه چی طلب میکند؟ نگاهوبین کردن، یعنی خود میگون رسو خود کردن. سلامت باشید، 100 ساله شوید، عمری دراز بینید، همه وقت شاد و خندان باشید، دل و نیتی صاف داشته باشید. من همین چون این گل ها همه وقت خندان باشید، شکوفان باشید، سلامت باشید. اینجا شهر دوشنبه، کوچه احرار مختارف، رقم 25، خانه دکتر طاهری در شهر دوشنبه.